درود و سلام خدمت دوستان عزیز. برای حمایت از ما لطفاً دکمه سابسکرایب را فشار بدهید. داستان پدر پشیمان. معلم مدرسه ای با اینکه زیبا و اخلاق خوبی داشت هنوز ازدواج نکرده بود. دانش آموزانش کنجکاو شدند و از او پرسیدند چرا با اینکه دارای چنین جمال و اخلاق خوبی هستی هنوز ازدواج نکرده ای؟ معلم گفت یک زنی بود که دارای 5 دختر بود. شوهرش آن زن را تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگر دختر به دنیا بیاورد آن را از سر راه خواهد گذاشت یا به هر نحوی شده آن را بیرون می اندازد. خواست خداوند بود که بار دیگر آن زن دختری به دنیا آورد. پدرش آن دختر را گرفت و هر شب کنار میدان شهر رها می کرد. صبح که می آمد می دید که کسی آن طفل را نبرده است. تا 7 روز این کار را ادامه داشت و مادرش هر شب برای آن طفل دعا می کرد و او را به خدا می سپرد. خلاصه آن مرد خسته شد و کودکش را به خانه بازگرداند. مادرش خیلی خوشحال شد تا اینکه بار دیگر باردار شد و این بار خیلی نگران این بود که مبادا باز هم دختر به دنیا بیاورد. اما خواست خداوند بر این بود که پسر باشد، ولی با تولد پسر دختر بزرگشان فوت کرد. بار دیگر حامله شد و پسری به دنیا آورد، اما دختر دومشان فوت کرد. تا اینکه 5 بار پسر به دنیا آورد، اما 5 دخترشان همه فوت کردند. اما فقط تنها دخترشان که پدر میخواست از شرش خلاص شود برایشان ماند. مادر فوت کرد و دختر و پسرها همه بزرگ شدند. خانم معلم به دانش آموزانش گفت میدانید آن دختری که پدرش میخواست از شرش خلاص شود کی بود؟ آن دختر منم. و من بدین خاطر تا حالا ازدواج نکردم چون پدرم خیلی پیر هست و کسی نیست که او را تر و خشک و نگهداری کند. من برایش خدمت میکنم. آن 5 پسر یعنی برادرانم فقط گاه خبرش را میگیرند. پدرم همیشه گریه میکند و پشیمان از کاری که در کوچکی با من کرده. درس عجله کردن در قضاوت. پدری و دخترش در پارک مشغول بازی بودند. دختر جوانش یک فروشنده سیب را مشاهده کرد. از پدرش خواست که برایش سیب بخرد. پدر پول زیادی با خود نیاورده بود، اما برای خرید 2 عدد سیب کافی بود. پس 2 عدد سیب خرید و به دخترش داد. دخترش در هر دستش یک سیب گرفته بود. سپس پدر از او پرسید که آیا می تواند یک سیب را با او تقسیم کند؟ دخترش با شنیدن این حرف به سرعت از یک سیب گاز گرفت و قبل از اینکه پدرش حرف بزند از سیب دوم هم گاز گرفت. پدر تعجب کرد. او تعجب کرد که چه اشتباهی در تربیت دخترش مرتکب شده است که او اینقدر حریصانه رفتار می کند. ذهن او در افکار غرق شده بود که شاید فقط دارد بیش از حد فکر می کند. دخترش هنوز برای درک تقسیم کردن و بخشیدن خیلی کوچک است. لبخند از چهرهش محو شده بود و ناگهان دخترش با یک سیب در یک دست گفت پدر این یکی را بگیر. این یکی بسیار آبدارتر و شیرینتر است. پدرش حرفی برای گفتن نداشت. او از این که در مورد یک کودک کوچک به این سرعت قضاوت کرده بود غمگین شد. داستان پدر و دخترش. وقتی دختر بچه بودم یادم می آید وقتی پدرم داشت چیزی را تعمیر می کرد هر بار از من می خواست که چکش را بگیرم. فقط برای این که وقت داشته باشیم با هم صحبت کنیم. من هرگز پدرم را ندیدم که نوشیدنی الکلی بخورد یا به مهمانی شبانه با پسرها برود. تنها کاری که او بعد از کار انجام میداد مراقبت از خانواده اش بود. من بزرگ شدم، خانه را ترک کردم و به دانشگاه رفتم و از آن زمان پدرم هر یک شنبه صبح به من زنگ میزد. همینطوری و وقتی چند سال بعد خانه‌ام را خریدم پدرم 3 روز در گرمای 50 درجه تابستان آن را خودش نقاشی میکرد. تنها چیزی که او خواست این بود که قلم مویش را در دست بگیرم و با او صحبت کنم. اما آن روزها سرم خیلی شلوغ بود و زمانی برای صحبت با پدرم پیدا نمی کردم. 4 سال پیش پدرم به دیدنم آمد. او ساعتهای زیادی را صرف ساخت یک تاب برای دخترم کرد. او از من خواست که یک فنجان چای برای او بیاورم و با او صحبت کنم. اما من مجبور شدم برای یک سفر
آخر هفته آماده شوم. بنابراین آن روز وقت هیچ گفتگوی طولانی را نداشتم. یک روز یکشنبه طبق معمول صحبت تلفنی داشتیم. متوجه شدم که پدرم چیزهایی را که اخیراً در مورد آن صحبت کردیم فراموش کرده است. من عجله داشتم، بنابراین صحبت ما کوتاه بود. چند ساعت بعد از آن روز یک تماس آمد. پدرم با آنوریسم در بیمارستان بستری بود. بلافاصله بلیط پرواز خریدم و در راه و تمام فرصت‌های از دست رفته برای صحبت با پدرم فکر می‌کردم. وقتی به بیمارستان رسیدم پدرم فوت کرده بود. حالا او بود که وقت صحبت با من را نداشت. متوجه شدم که چقدر در مورد پدرم عمیق‌ترین افکار و رویاهایش اطلاعات کمی دارم.